دعوت میکنم از ناطق بعدی برادر گرامی جناب آقای محمد سعید اربابی، نماینده محترم مردم شریف ایران شهر، سرباز دلگان و فنوج که به ایراد نطقشون بپردازن. متشکریم. از آقای صادقی هم برای رعایت دقیق وقت هم تشکر ویژه داریم. بفرمایید آقای دلگان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم رب الشهداء و صدیقین. با سلام و درود بی پایان به روح پیامبر بزرگ اسلام، اهل بیت و اصحاب آن بزرگوار، روح ملکوتی معمار کبیر انقلاب و آرزوی سلامتی رهبر ارزشمند انقلاب و تحیات محضر ملت فریخته ایران و برگزیدگان ملت. ایام محرم و سفر را که یادآور حماسه تاریخ ساز حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفایش در برابر کفر و شرک است و همچنین خاطره شهدای عزیز بسیجی و همچنین زحمات بیدریغ بسیجیان عزیز را گرامی می‌داریم که رهبر عزیز انقلاب به زیبایی می‌فرمایند بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است. عملکرد دولت جدید در دو محور اساسی قابل تقدیر می باشد. یکی اقتدار تیم مذاکره کننده هسته‌ای در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی که منجر به جلوگیری از زورگویی کشورهای غربی گردیده است و دیگری کنترل رشد بی‌رویه تورم در کشور. اما رکود اقتصادی موجود در کشور به شدت واحدهای تولیدی و اشتغالزا را دچار مشکل نموده، هرچند برآمده از سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته است. این رکود اقتصادی هیچ کدوم از استانهای کشور را مستثنا ننموده و به ویژه مناطق محروم کشور خاصاً سیستان و بلوچستان را با پیامدهای منفی از جهت کاهش سطح اشتغال نیروی کار، بیکاری نسل جوان، اشتغال مردم به کارهای کاذب و بیهوده، گرایش جوانان به بزهکاری و اعتیاد، گسترش نگران کننده قاچاق کالا و فساد در بخشی از نظام اداری مواجه نموده است. جناب آقای دکتر روحانی، اگر این دولت نیز سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته را همچنان دنبال کند، هیچ امیدی برای بهبود یافتن اوضاع نگران کننده اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و اداری استان سیستان و بلوچستان وجود نخواهد داشت، هرچند که استاندار و تیم جدید دولت در استان تاکنون راه توسعه و آرامش را پیش گرفتند. اما مدتی است که بر تن و جان سرزمین مادری هم سیستان و بلوچستان پاره تن ایران اسلامی سرافراز و شکومند دو نیروی شهر، یکی بدخواهی و کینه‌توزی اجنبی و دیگری نادانی و کوته نظری خودی سایه افکنده و حال و روزش را پریشان و آشفته نموده است. از بیگانه که انتظار خیرخواهی نمی رود، ولی گله از آشنایانی است که با کوته‌بینی، سطحی نگری و تحقیر مردمانی فریخته و با فرهنگ آب در آسیاب دشمن ریخته و به جای افزایش همدلی آستین برای تزریق نفرت و دشمنی در میان صفوف مردم شریف استان بالا زدند. چنین خودی‌هایی خطرناکتر از هر بیگانه‌ای خدمتی به تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارند. همانطوری که لسان الغیب می‌سراید: من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد. بنا به اسناد تاریخی، بیگانه در بلوچستان هرگز راه به جایی نبرده و نمیبرد، نه پرتغالی، نه انگلیسی، نه آمریکایی و نه دیگران. حکایت میاندوستی و سلحشوری بلوچ که نشانش در متونی چون شاهنامه که سند هویتی ما ایرانیان است به خوبی ثبت شده است و قدمتی فراتر از آن دارد که از حافظه جمعی ایرانیان زدوده شود. سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ، سگالنده چنگ و برآورده قوچ، که کس در جهان پشت ایشان ندید، برهنه یک انگشت ایشان ندید. در تاریخ معاصر ایران هم از بلوچ چیزی جز پاسداری از کیان میهن و جانفشانی در کشور دیده نشده است. چه آن هنگام که مردم بلوچ به فرماندهی جیند و حمل شخصیت‌های قهرمان حماسی خود در سواحل تیس و مکران به مصاف پرتغالیا رفتند، تا چه آن زمان که در منطقه سرحد بلوچستان در اوایل قرن 20 با انگلیسی‌ها به فرماندهی ژنرال دایر جنگیدند و شهید شدند و نگذاشتند که یک
یک وجب از خاک سرزمین عزیزشان به دست اجنبی بیفتد. چه زمانی که در ایام دفاع مقدس جوانان و مردم بلوچ در کنار دیگر هموطنانشان در جبهه حق علیه باطل جنگیدند و تعداد زیادی از آنها به مقام والای شهادت نائل آمدند، چه اکنون که نیروهای مردمی بلوچ به رغم جا نداشتن در نیروهای رسمی نظامی و امنیتی در کنار آنها با گروه‌های تکفیری و خشونتگرا می جنگند و به شهادت می رسند که متاسفانه نه نامی از آنها در رسانه‌ها برده می شود و نه مراسمی برای بزرگداشت آنها گرفته می شود. ملت فهیم ایران، نمایندگان فریخته ملت، مردم بلوچ در کنار سلحشوری و رشادت همواره با مهربانی و آغوشی باز میزبان شایسته‌ای برای هموطنان و هم‌استانی هاشان بوده و هستند که تجربیات خوب کسانی که در بلوچستان زندگی کردند گواه این مدعاست. حتی برای کسانی که به دلیل برخی مشکلات ساختاری و تبعیض‌ها در گذشته و تا حدودی اکنون از سهمیه‌های استخدامی او استفاده کرده و بر کرسی‌های اداری و فرهنگی جلوس نمودند و اینک به جای قدردانی و حتی طلب بخشش از ضایع نمودن حقش اقدام به تحقیر و شرور جلوه دادن او می‌کنند و چه ناجوان مردانه شرارت محکوم یک شرور مجهول را به کل قوم بلوچ نسبت داده و با الفاظی رکیک و بدور از شأن و ادب فرهنگ والای اسلامی و ایرانی اسم و رسمش را به تاراج میبرند. مردم بلوچی که فرزندانشان در کنار شهید شوشتری‌ها به شهادت رسیدند و در چند سال گذشته تعداد زیادی از نخبگان و شایستگانش توسط گروهک‌ها ترور شده و میشوند. آیا شایسته است که این قوم نجیب علیرغم محرومیت‌ها و ناملایمت‌هایی که دارد و جانانه در گروه آرمان‌های انقلاب اسلامی رهبری عزیز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی داده است، این چنین توسط عده‌ای تحقیر و منکوب شود؟ ملت عزیز ایران، نمایندگان ملت، آیا در ایامی که آتش جنگ قومی و مذهبی بخش‌های بزرگی از خاورمیانه را در بر گرفته است و غرب به دنبال برهم زدن نقشه سیاسی منطقه و تحریک مسائل قومی و مذهبی در جنوب شرق کشور است، عقلانی است که اجازه داده شود عده‌ای با تحریک احساسات قومی و مذهبی و رادیکالیزه کردن آنها از طریق توهین به مردم جاده صافکن دشمنان ایران باشند؟ آیا در ایامی که بنابر گزارش اخیر بانک مرکزی خانوارهای سیستان و بلوچستان از کمترین میزان درآمد کشور برخوردارند، بیشترین ترک تحصیل و کودکان با آزمانده از آموزش متعلق به این استان و دارای 29% بیسوادی است، آمار واقعی بیکاری استان جزء اولینها در کشور است و تعداد زیادی از جوانان از سر مجبوری مشاغل کاذب روی آوردند، زیرساخت‌های صنعتی استان نزدیک به صفر است، 1036 روستای آن با تانکر آبرسانی می‌شود، مالک 50% روستاهای بدون برق کشور است، معادنش به صورت خام باراندازهای بنادر کشور را پر کرده است، بخش‌هایی همچون سرباز و بنپور و لاش‌نگر با جمعیتی فرادر از حد قانونی ارتقا پیدا نمی‌کنند. عنوان تنها مرکز استان بدون گاز کشور را یدک می‌کشد و مشکلات دیگر به نفع مردم و کشور است که کسانی با هدف تامین اهداف شخصی و جنایی اقدام به زیر پا گذاشتن منافع ملی و امنیت ملی کشور نموده و منجر به واگرایی و میان بخشی از ملت و نظام شوند. در واقع آنها به جای خشکاندن زمینه‌های درونی خشونتگرایی و کمک به برطرف شدن محرومیت‌ها و فقدان‌های مردم بلوچ و سیستانی که در فقر و خوشحالی پیاپی با سختی گذران زندگی می‌کنند مدام مشغول تحریک مردم سیستان و بلوچستان و خط و نشان کشیدن برای نهادی‌های نظامی و امنیتی هستند. این چه جور ادعای خدمت است که با تحریک احساسات پاک توده‌های مردم سیستانی و بلوچ آنها را به ناحق در مقابل هم قرار دهیم، مردمانی که قرن‌های متمادی در صلح و آرامش زندگی کردند. بنابراین از کارگزاران عالی نظام، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم جمهور، ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمندیم اجازه ندهند که با یکتازی کوتاه‌نظران و محفلگرایان منافع عالی نظام و مردم قربانی منافع آنان شود و شکافی قومی و مذهبی بین بلوچ و سیستانی شکل بگیرد و بر مشکلات کنونی افزوده شود. تاکید می‌کنم که بلوچستان و مردم بلوچ نه آنی‌اند که بیگانه می‌گوید و نه آنی که خودی کوتاه‌نظر می‌خواهد جلوه دهد. برای اینکه بفهمیم این بلوچستان تاریخ خیلی متشکرم جناب آقای اربابی، وقت از اطلاعی تمام. سهراب سپهری چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید، چترها را باید بست، زیر باران باید رفت. و السلام علیکم. متشکرم جناب آقای خیلی اربابی. متشکریم.